گرافیک فرق داره. این میتونه به کل چیز کمک کنه نه؟ من همین این یکی رو چیز کنم، این یکی که زیاد ربط نداره، همین یه دونه رو من چیز میکنم. متنشو بخونم. آره. درباره کارهای دایره سال 85 و 86. در آغاز کار الگوی کار یک دایره و یک پیکان بود، یعنی وقتی که شروع شد و بقیه عناصر در یافتن و جستجو حاصل شدند و به تدریج ساده شدند. پس میتوان گفت به نوعی سمبولیک و کنایی هستند. دایره هم یک سمبل است و هم نوعی ترکیب بندی. فیگورها ساده شدند. طراحی جنبه قالب دارد، اما رنگ و نور و باف در یک وحدت متجلی می شوند. به صورت کنایی و طنز یادآور آثار اساطیر، اسطوره و سمبل ها هستند. خط فقط محسوب کننده شکل نیست و همچنین بیانگر هم نیست و همچنین تزئینی هم نیست. مکملی است که به اشیا سادگی، تحرک و بعد بخشیده است. در کارها شکل‌هایی پیدا شدند که با تکرار آن در کارها و ساده شدن طرح حالت نمادین یافتند، مثل اسب، پیکان و انسان. در این حال خود ترکیب‌بندی دایره در مربع نیز معنای نمادین به کارها می‌بخشد. پیکان میتونه از نظر من نماد زخم عشق، درد، اصابت کردن، درد اولیه، زخم نخستین و از سوی دیگر، حمله دشمن، بمب، ددمنشی، زخم ناخواسته، تیری که پرتاب کننده اون مشخص نیست و همچنین گاه خلاف جهت و خلاف عادت رو نشان دهد. بعد در مورد کادر مربع، کادر خود کل کار مربع است و با دایره حالت مکمل دارد که حالت ماندلایی دارد که در اغلب کارهای مذهبی و قدسی به کار می رود. دایره خود مادر تمامی رمزهاست که خود شکل دهنده ترکیب بندی است. اسب‌ها پیامبر نور، زندگی و همچنین گاه عصیان را نشان می دهند. بچم مرتوز چجور نوع کاراتون؟ این روش گفتم که در کلش که تکنیک تک چاپ بوده روی کاغذ رنگی که با رنگ روغن اومده شدن تکمیل می شدن. و ترکیب بندی کار که گفتن دایره، بعد کادرش مربع، استفاده از المانا که گفتن فلش و اسب و بعد فیگورای انسانی، چهره که نخست با استفاده از طراحی به صورت فعل کار شدن. رو هم کاغذ نه قبلش مثلا یه طرح فوری زده شده فعل و تکمیلش به صورت چاپ، بعد که چاپ می‌کردم، بعد گفتم که با رنگ روغن و مداد شمعی تکمیل کردم. کارها در ابتدا که شروع شده بود خیلی کوچک بود، بعد بزرگتر شد. یعنی اندازش که این حدود 35 در 33 بود. بعد روش کار هم اینطوری بوده که سعی شده پرسپکتیو سنتی کنار گذاشته بشه. بعد از بافت چاپی استفاده شده، کمتر به جزئیات توجه شده، استفاده از المان‌های خاص بود و تکرار اونها، شکل هندسی کار که مربع و دایره بوده، استفاده از مواد ثابت، بعد نوع استفاده از خط مهم بوده، کنار هم قرار دادن عناصر انتزاعی و فیگوراتیو هم شده.